خانم ها آقایان، سرنای خفن‌تره یا هانده؟ جنجال این روزهای رسانه‌های ترکیه و بالاخره نهایی شدن این موضوع. اگر طرفدار هر کدوم از این بازیگرا هستی، ویدیو امروز رو حتما با سلبی سبدا همراه باش. قضیه از این قراره: در پی حضور هانده ارچل و سرنای سارکایا، دو ستاره نسل جدید ترکیه، در شب انتخاب ستاره‌های برتر سینما تلویزیون در مجمع ترک‌های ساکن نیویورک، یه جنجال جدیدی تو رسانه‌های ترکیه به وجود اومده که بسیار هم مورد توجه قرار گرفته. به همین بهونه نگاهی اجمالی به کارنامه دو تا ستاره داریم و بعد میرسیم به اصل موضوع. با من همراه باشید. سرنای سارکایا متولد 1992 با ثروتی معادل 6 میلیون دلار یا 180 میلیون لیر، یکی از درخشانترین و البته ثروتمندترین بازیگران نسل جدید ترکیه است. بازی سرنا در سریال عائله یا خانواده با کıvanç Tatlıtuğ تحسین همه رو برانگیخت. در 15 سالگی در رقابت‌های زیبایی یوروپیان جونیور که در جمهوری چک برگزار شده بود شرکت کرد و تونست جایزه ویژه داوران را از آن خودش بکنه. سارکایا در آوریل سال 2010 در رقابت‌های زیبایی ملی شرکت کرد و به عنوان دختر شایسته آنکارا به رقابت پرداخت و تونست برنده بشه و به دنبال اون صلاحیت اون رو پیدا کرد تا در رقابت‌های جهانی دختر شایسته به عنوان نماینده کشور ترکیه حضور پیدا بکنه. ولی اون برای دنبال کردن حرفه بازیگری ترجیح داد این فرصت رو از دست بده و در نتیجه شرکت کننده دیگه‌ای به نام گیزم میمیچ جای اون رو گرفت. شاید اطلاع داشته باشی که سرنای سارکایا با یکی از مطرح‌ترین و البته خوش‌تیپ‌ترین بازیگران مرد ترکیه در ارتباط بود، یعنی کرم بورسین، ولی رابطه اونها جدی‌تر از این حرفا بود. اونها رابطه محکمی داشتن و تا بیش از 3 سال و نیم ادامه دادن، ولی پس از خواستگاری بورسین و عدم توافق بر سر شرط ازدواج، ارتباط اونها به هم خورد و دچار اختلاف شدن. سرنا 11 میلیون فالوور در اینستاگرامش داره و از این موقعیت حسابی استفاده میکنه. البته استفاده اون در جهت کارهای خیرخواهانه است. اون از این طریق تو امور خیریه حسابی فعاله و رو کمک فالووراش حساب ویژه‌ای باز کرده. و اما برسیم به هانده ارچل زیبا. این روزها دیگه تو ایران کسی رو نداریم که هانده ارچل رو نشناسه. هانده با سریال سانچال کاپومو یا تو در خانم رو بزن تو ایران حسابی دیده شد. اون با قیافه زیبا و نمکین همراه با صورت پر شرقی پسندش حسابی دل ایرانیا رو برد. هانده بعد از سرنای از راه رسید و مشهور شد، اما خب تو بازه زمانی خیلی کمی هم مشهور شد. حتما که مطلع هستید هانده ارچل هم با کرم بورسین در ارتباط عاشقانه بسیار جالب توجهی بوده. خیلی ها میگن خوش به حال کرم بورسین که با 2 تا از مطرح‌ترین و زیباترین ستاره های ترکیه در ارتباط بوده. هانده ارچل با بازی در فیلم مست عشق به فعالیت‌هاش جنبه بین‌المللی بخشید. 2 تا اتفاق بزرگ تو زندگی هانده ارچل افتاد که توجه‌ها بهش چند برابر شد. اولی لاغری عجیب و غریبش که از نظر خیلی‌ها باعث شد زیباییش رو از دست بده و دیگری رابطش با سرمایه‌دار ترکیه هاکان سابانجی بود که البته توی ویدیویی به طور مفصل به حواشی مربوط به خداحافظی هانده با بازیگری به درخواست هاکان پرداختیم. اما حالا چی شده که این 2 ستاره جوان تو معرض توجه بیش از پیش قرار گرفتن؟ داستان از این قراره: در شب انتخاب ستاره‌های برتر سینما تلویزیون در مجمع ترک‌های ساکن نیویورک، هانده و سرنای حضور داشتن و حسابی هم ازشون استقبال شد. حالا رسانه‌های ترکیه اومدن شروع به تحلیل رفتار و پوشش هانده و سرنای کردن. تو یکی از برنامه‌ها مجری میگه آوتفیت هانده بی‌نظیره. زیباییش به قدریه که هر جا فیلم و عکسی ازش هست به هر زبانی کامنت تحسین براش میذارن. در اینستاگرام 30 میلیون نفر دنبالش میکنن، اما یک جای کارش میلنگه و اون چیه؟ اعتماد به نفسی که سرنای داره ما تو هانده نمیبینیم. مجری در ادامه میگه آوتفیت سرنای اصلا قابل مقایسه با هانده نیست. سرنای انگاری که لباس سیر پوشیده و یادش رفته چیز دیگه‌ای بپوشه، اما خیلی از خودش مطمئنه و این کاریزمای خاصی بهش میده و به قدرت و غرور اون اضافه میکنه. به نظر میرسه که مجری حق داره. استایل و قیافه هانده تو این ایونت حرف نداره، اما ناخودآگاه این سرنای هستش که میدرخشه و همه متفق القول میگن که هانده باید روی اعتماد به nefs و figuraş حسابی kar bukone. Başka. Sadece şöyle bir durum var. Bana göre Serenay'daki aura ve özgüven Hande Erçel'de yok. Yani o yüzden de dünyanın en güzel kıyafetini de giyse Hande'de sanki bir şey eksik.
Ama Serenay'da çok değişik, etki altına alan bir marjinal hava var. Bir başka durum var. Yani ne giyerse giysin ki bence çok özensiz bir kıyafet. البته کارشناس برنامه به این نکته هم اشاره میکنه که درسته هانده بازیگری آنچنان قوی نداره، ولی خب بالاخره این دختر یه چیزی داره که برندهای تبلیغاتی حتی در سطح جهانی ازش دعوت به همکاری میکنن و این همه محبوبه. بی‌انصافی اگر بخوایم بگیم صرفا به خاطر جنجالی بودن رابطه عاطفیش هست که بهش توجه میشه یا به مراسم‌های مهم دعوت میشه. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که پسندیده باشید. حتما تو کامنت ها بنویسید که طرفدار سرنا سارکایا هستید یا هانده ارچل یا شاید هر دو. متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خدافظ. Ne yaparsa yapsın şu anda torpile çekilecek. Neden? Bu kız çok başarısız, yeteneksiz mi? Tamam, oyunculuğu tamam tartışmaya açık da yani bütün dünyaca ünlü markalar kendi davet ediyor artık Hande'yi. Yani kızın burada milyonlarca takipçisi var.